با سلام خدمت آقای روانخواه عزیز. آقای روانخواه، ما دستگاه رو الان چند مدته که استفاده میکنیم، خب خیلی به کار ما اومده، خیلی کمکمون شده. ما الان روی دیوار بتونی و سیمانی داریم با دستگاه کار میکنیم توی پروژه مسکن مهر که ازش به عنوان زیرکار استفاده میکنیم. خیلی زیرکارمون خوب داره در میاره. از طرفی هم یه دست پوست پیازی هم روش میکشیم دیگه، کاملا میره زیر کار و کارمون خیلی تمیز در میاد. حتی پیمانکارمون هم که اومد دیده خیلی هم راضیه، خیلی هم ازمون تشکر کرد بابت اینکه تونستیم این دستگاه تهیه بکنیم و بیاریم استفاده بکنیم. نکته مهمش هم اینه که چون اینا بلوک‌های سیمانی هستن، خیلی حباب دارن که توی ویبره در نیومده. بعد ما دستکاری که میکشیم یه لایه خیلی خوب روی این حباب‌ها و سوراخ‌ها ایجاد میکنه که با دست بعدی که میزنیم دیگه اگه دقت بکنید اینا سوراخ دیگه نداره. نه دیوار است، ولی بالا رو اگه دقت بکنید سوراخ‌هاش خیلی زیاده، ولی ما پایینو دیگه سوراخ دیگه مشاهده نمی‌کنیم. اگرم باشه خیلی کم و تک و توک این که دیگه توی کار در میاد ان شاءالله. با عرض ادب خدمت شما، ان شاءالله که موفق باشید.